مثلا دوستان یه چند نفری تو PVA میگفتن که چجوری فقط با برنامه خود ویندوز از یه برنامه خاصی صفحه‌ای فیلم بگیریم، فقط دسکتاپ نباشه. از دسکتاپ نمیشه فیلم گرفت با این برنامه، فقط برنامه‌های خاص مثلا گوگل، مثلا مای کامپیوتر، مثلا بازی‌ها یا برنامه‌های دیگه. برنامه‌ای که باز باشه هم میشه فیلم گرفت، ولی دسکتاپ نه. حالا بریم برای آموزشش. دکمه های ویندوز و جی رو میگیریم. یه لحظه برنامه دیگه هم باش باز شد. ویندوز و جی رو میگیریم. این گزینه رو که بزنیم، من از قبل زدم، اینو که بزنیم این صفحه براتون باز میشه. اینجا میگید که میخواید میکروفون باز باشه یا نه. من میگم باز باشه. این دایره برای ضبطه، اینو که بزنیم ضبط شروع میشه. اینجا میتونیم میکروفون رو باز بسته بکنیم و این هم که بزنیم میکروفون بسته میشه. اگه این عکس موسی هم بزنیم، یعنی ورش داریم دیگه، موسی اینجا ما نمیبینیم. الان تو ویدیو فیلمی که الان داره گرفته میشه با لپتاپ، خود موس معلوم نیست، ولی الان که من موس خطش رو برداشتم الان موس معلوم شد. معلوم فیلمش رو قطع میکنم. اینو خود یه پیغام بهمون میده، رو پیغام میزنیم. اینجا ممکنه فیلمی که الان گرفتیم نباشه که هنوز نیستش. اوپن فولدر لوکانتینو میزنیم، کانتینیو میزنیم. این هشش فیلم که الان گرفتیم. فیلم اونو الان من زدم روش که پخش بشه. ضبط شروع میشه. اینجا تو میتونیم بکنیم و اینم که بزنیم بسته میشه. اگه این اسم مسترم بزنیم بریم ورش داریم. الان ما میزه که اینو ببریمش جلو. الان تو ویدیو فیلمی که الان داره گرفته میشه با لپتاپ، خود معلوم. خب الان این فهمیدیم که چجوری بدون برنامه خاصی از صفحه‌اش فیلم بگیریم. و اینکه کانال رو لطفا فالو نگه داشته باشید. ممنون.